ادب بده. یه لحظه گوشی اینجای داشته باش، با تو کار دارم. آقای نظری بفرمایید. تبریک، پسرتون رکورد گینس رو شکسته. خدا شاهده من 1000 تومن خسارت میدم. یا اینجا ببینم. دهنت چه میده؟ گو خوردم. امیر جان گوش بده، میخوام یک جوک برات بگم. جدی؟ بله بگو. یکی میره معدن، بقیه‌اش واسه بعدن. تو چقدر بامزه این مادر پدر جان. راستی بابا بری چه اسم من گذاشتی پس فطرت؟ اسم قطعی بود؟ پسر گلم چون بعد عید فطر آمدی دنیا. الحق پسر خودتم. سلام. سلام پسرم، ممنونم که هستی. اینم ببر فرد بزن. خاک تو سرت. بری چه؟ پسرمون خط بری بلدتا بلد نیستی. خدا خوب ما رو کوراس ما بری چه با بلد باشه؟ بهانه، همش بهانه. ها یادش بخیر بابا بزرگ. هیچ وقت آخرین جمله یادم نمیره بابا. چه گفت؟ داشت کولر درست میکرد گفت روشنش نکنی حیوان. بیا نگاه قرض برقه بکن. هی کولر روشن بکنین. خدا به من چه آقا اصلا میام یه کولر رو میفروشم، یه کولری برات میارم مثلا برقش نصفی باشه، سرماش هم کولر گازی بیشتر. با اینکه باید هی حالا میکنم ولی قبوله. قول قول. باشه. آقا سفارش من کدامه؟ این کوچیکه برای شماست. بزرگترم داشتی نگفتی؟ بله. من بزرگ دوست دارم، این مال منه. همینه بپیشو برم. عجب چیزیه ولی چیه بابا؟ یخیم. خود درجه داره بزنش پایین.